ببینید پولی که میسازید با پولی که خرج میکنید باید به هم دیگه بخوره. یعنی چی؟ یعنی که نباید از حد درآمدتون بیشتر پول خرج کنید. از کاری که من کردم این بودش که اومدم خرجامو نوشتم و درآمدم هم نوشتم. بردارین دونه دونه همه خرجاتون رو بنویسید، همه‌شون ها، یعنی ریز به ریز نگاه کنید ببینید که هر ماه توی چه چیزایی پول مصرف میکنید و خرج میکنید و اونها رو بیاین تک تک بنویسید. با خودتون باید خیلی صادق باشید. بعد با خودتون بیاین ببینید که کدوم یکی از این خرجا رو شما واقعا بهش احتیاجی ندارید. مثلا میتونه بیرون قهوه خوردن باشه یا بیرون فست فود خوردن باشه. خرجای اضافی و الکیتون رو بیاین قطعش کنید. مثلا اگه هر روز بیرون قهوه میخوری، استارباکس میخوری یا فست فود میخوری، به جای اینکه هر روز بخوای این کارو بکنید، بکنش هفته ای یه بار یا 2 بار. سعی کنید حداقل 10% از درآمدتون رو سیو کنید یا پس‌انداز بکنید. این یکی از کارهایی بودش که من انجام ندادم و الان پشیمونم که چرا درآمدم رو یکم سیو نکردم.